خب بریم برای تعمیر ماشین ریش تراش موزه. دوستان می‌بینید از 100% 50% ماشینایی که میرن براتون ماشینای ریش تراش موزه را هستن که بریم برای تعمیرش صفر سایشون رو براتون انجام بدیم. صفر سای تعمیرات ماشینای ریش تراش موزه. اول از همه معرفی قطعات رو براتون انجام میدم یکی یکیش. دوستان می‌بینید قابای ماشین مدل‌های مختلف دارن. قدیم داره، جدید داره، لبه‌دار داره، بدون لبه داره. این قدیمیه، این جدیده. می‌بینید این مدلش هم قدیمیه. اینا جای پیچای برنجشون دو تا هستن. داخل خود قاب می‌بینید این تک برنجیه، این دو برنجیه. حالت جای پیچاش که هست دوتاشون حالت برنجی هستن. این نداره هیچ کدوم. این جدیده، این دوتا قدیم هستن. پشت ماشین که نگاه کنید دوستان می‌بینید حالت لبه‌دار داریم و بدون لبه. این یکی بهش میگن لبه‌دار، این که لبه نداره بهش میگن بدون لبه. ببینید اصلا چیزی نداره، کاملا سطحش صافه، یه تیکه است. این حالت لبه داره، این جلوش ببینید بالاش. این بهش میگن قاب ریش تراش قدیمی لبه‌دار، این بدون لبه است. بدون لبه ها دوتا جایشون برنجی هستن. لبه‌دار تک برنجی. یه مدل دیگه هم قاب داریم که بازش کنم ببینید قدیمی هم هست. پیچاش از رو نمیخوره. این قدیمی بوده شکسته بود. پیچاش از رو نمیخوره، پیچاش از زیر بسته میشه. میبینید زیر قاب ماشین پیچاش از زیر بسته میشه. این مدلایی که هست از زیر بسته نمیشه. میبینید این خیلی قدیمیه، قدیمی تر از قابا این مدل هاست که پیچاش از زیر بسته میشه. خب مدلای رنگ مشکیش هم هست قابا که این مدل، این رنگ مشکی قابای ماشینای موزره. دو رنگ داریم، مشکی داریم. حالا ماشینای موزر، شرکت موزر مدل‌های مختلفی زده و شکل‌های مختلفی دارن، مدل‌های مختلفی هم زده. بیشترین مدل‌های موزر که خراب میشن یا برای تعمیر میارن یا حالا هر کسی توی خونه‌شون هست، این ماشین موزرای قرمز است که هم پرفروش بوده هم تعمیرش خیلی زیاده. این ماشین ریش تراش موزر. خب قاب مشکیش هم هست که حالت جدیده. قابای مشکی قدیمیش نیست، فقط این جدیداست. قدیمیاش زیاد نیست، جدیدش هم خیلی کم گیر میاد ماشینای ریش تراش موزر. خب حالت کشویاشون هم مشکی دارن و توسی ها. میبینید سه مدل کشویی هست، مشکی داره، توسی داره. این توسیاش هم دو مدل داره. یه مدلش حالت شبکه داره. این مدل ها سطحشون صاف هستن، اینا بهتر است. این مدل ها هستن، اینایی که حالت شبکه مانند میمونن بهتر از این مدل های صاف هستن. میبینید مشکی هم هستن، مشکی هم به این صورت صاف هستن و حالت شبکه‌ای هم. میبینید مدل های مختلفی داره قابا. خب بریم برای قطعات دیگه ریش تراشا. دمیای موزر هم به همین صورته. دمیای موزر هم مخصوص خودش هست که مشکیه، اصل ماشین مشکی میشه. یه مدل دیگه هم هست که حالت توسی میمونه به این شکله. این دو مدل هست که فابریکای خود ماشینه. دمی ماشین موزرای مشکی هست، حالت توسیش هم هست که وصل خود سیم میشه. سیمای ماشینای ریش تراش هم مثلا از میبینید یه مدل هست که حالت مثل حالت فابریک خودش زدن این سیما که خودش دمی داره. این میاریم داخل خود قاب ماشین و به ماشینای ریش تراش مدل‌های مختلف دیگه هم میخوره. خودش حالت کیپ خود سیمه و پرچ شده است. میبینید حالت پلم شده است، بیرون هم نمیاد. این مدل هست. یه مدل دیگه هم سیما داریم که برای ماشین ریش تراشه که خودمون باید دمی بهش وصل کنیم. حالا اگر میخوایم این سیم وصل ماشین مشکی کنیم، دمی مشکی بهش وصل میکنیم. میریم توی خودش، میبینید داخل خود دمی میبینید فضای خالی داره که میتونید سیم داخلش رد کنیم. میریم داخلش و این طرف سیم میاریم بیرون و میکشیمش بیرون و پشتش هم مثل ماشینای قبل که گفتم میتون حالت بستا میزنیم که سیم بیرون نیاد. حالا اگر هم توسی هست که این مدل دمی میزنیم بهش. اون دیگه بستگی به قاب ماشین داره که میخوایم تعویضش کنیم. و میریم برای قطعات داخل خود ماشین موزر. این هم برای مورد بودم برای تعمیر که قابشون رو عوض کردیم. باشه قابای ماشینای موزر ببینید این خورده دستشون زمین شکسته، یه لبه داره اینجا، اینو شکسته. میبینید اگه داخل ویدیو کامل معلوم باشه یه لبه داره اینجا
این شکسته. اون ماشینای دیگه هم من این شوتو بدم ماشین جدیداش، ببینید یه همچین لبه‌ای داره اینجاش. این مدلش داشته که شکسته، هیچ کارش نمیشه بکنه. اینو فقط باید قابشو تعویض کنن. بخوایم وصله کاری کنیم یا یه جوری سر تهش هم بیاریم بهش عنوان به اینجور چیزی درد نمیخوره. باید قابشو کامل نو کنن، تعویض کنیم و مثل روز اولش بشه. این که بخوایم وصله کاری کنیم یا کشه میذاره داخلش یا مو میکشه یا خوب نمیزنه یا صدای زیاد میکنه، باید قابشو کامل تعویض کنیم براشون که مثل روز اولش شه. خب میریم برای قطعات دیگه‌مون. حالت چکشی داریم. دوستان میبینید این مدل چکشی‌ها هست که با هم دیگه چکشی‌ها فرق میکنن. این مدل قدیمی ترا این مدل هستن. مثلا خود داخل خود قاب که میره میاد اینجا، میبینید اینجا یه پیچای پشت برنجی اینجا تایت هم میخورن. اگه بخوام اینجا نیشتو بدم میبینید یه مدل دیگه هست که جای پیچای چکشی رو به بیرونه، فرق میکنه. مثلا این مدلش، مثل این مدلش میبینید این اومده بیرون از چکشی، این اومده داخل. میبینید اون وقت این دو تا پیچای این طرف برای این چکشیه که نگاه کنیم این 4 تا پیچ که داره برای اینجاست. اینی که اومده طرف بیرون برای دو تا پیچای پشتیه. و یه مدل دیگه هم هست چکشی‌ها که اصلا کامل فرق میکنن، حالت پیچشون رو به بالاست. بعضی از قابا هستن که جای پیچایی که اینجا دارن دو تا حالت اینجور چیزی اومده بالا، اینجایی که قاب رو بسته میشه. دو تا هم اینجاست که وقتی چکشی میذارن میبینید چکشی که میذاری روش شده جای پیچاش اومده بالا، پین به اینجور چیزی هست که پیچ میشه توی خود قاب، که اینا خیلی کمیاب هستن، قاباشون گیر نمیان و هر 100 تا ماشینی که میارن یک عدد شاید اینجور چکشی یا جوقابی داشته باشه که اون مثلا گیر نمیاد. بعد سریای چکشی جایی که سیم پیچ یا موتور ماشین میخوره اینا هم با هم دیگه فرق میکنن. ببینید این مثلا مدلش فرق میکنه، یکی دیگه مدل این مثلا این مدل هم فرق میکنه. یه مدل دیگه هم داره که حالت مثلثیه که این اصول رو اگه بخوام درش باز کنم این مدل هم هست که حالت چکشش میبینید این هم فرق میکنه. این مدل دوباره فرق میکنه و یه مدل دیگه هم هست که به این روشه. این سه تا چکشی رو ما داریم که باید تعویضش کنیم یا تعمیرش کنیم. سر چکشی هم داریم دوستان، اینا میگیم سر چکشی. میبینید جایی که تیغه کوچیک ماشین موزل میره داخلش بهش میگیم سر چکشی. این اگه بشکنه باید سر چکششو تعویضش کنیم که اشلا بهتون میگم چجوری اینو تعویض کنید. و خود سیم پیچ ماشینای موزل دو تا حالت سیم داره که میخوره به کلید، یکی هم مستقیم وصل برق ماشین میشه، یکیش اینجاست، یکی دیگه سیم خیلی نازک هم توی خود سیم پیچ ماشین اومده بیرون اینجاست. یه سیم هم لاین میشه سر این، حالا یا خود کلید یا مستقیم میاریم بسش میکنیم که ادامه فیلم براتون قشنگ توضیح میدم. خب بریم برای قطعات دیگه هم ببینید. قطعات دیگه هم بریم برای فنرها. این فنرهایی که داریم برای جای نگهدارنده دارنده دو طرف این طرف و طرف چکشیه قرار میگیره اینجا. این فنراست. این هم اهرم ماشینه، اهرم که میخوایم جا بندازیم، حالت اهرم ماشین که میاد بالا پایین این مدله. این مدل هم 7 دنده داریم و 5 دنده. مثلا میگن آقا موزل 7 دنده است 5 دنده است، به خاطر این اهرم ماشینه که اینجای لبایی که داره بعضیاش 7 تاییه، حالت شیارایی که داره بعضیاش 5 تاییه، مثلا اینا 7 تاییه بهش میگن این 7 دنده. بعضی ماشینا که 5 تاییه بهش میگن 5 دنده. خب نشونتون بدم مثل این میمونه. ببینید شیاراش این کمتره، حالت 5 دنده، این که بیشتره بهش میگن 7 دنده. حالا بعضیا میگن آقا 7 دنده اصلیه یا 5 دنده اصلیه، هیچ فرقی نمیکنه. از داخل ماشینه که سیم پیچ و موتور ماشین اصلی باشه، روش هم حک کرده باشن موزل و خود موتور ماشین، قاب ماشین که عوض میکنه یا تیغه ماشین نمیشه بفهمید که آقا 7 دنده و 5 دنده و اینا از چکشی و موتور یا سیم پیچ ماشینه که ماشین اصلی و فرعیه. شاید آقا یکی ماشین میخره قاب اصلیه، سیم همه چیش پشت اصلی میمونه، قابش هم پشتش زده میدین جرمنی، همه چیش اوکیه، تیغه ماشین هم حک شده میدین جرمنی، این دیگه میدونی آقا از همه چیش اصلیه. ولی موتور یا چکشی ماشین تقلبی زدن، اصلا معلوم نیست داخل خود ماشینه، به هیچ عنوان نمیشه بفهمید داخلش چیه. اینو به آدم میندازن.